مرحله سیم در تولد برآوردن پلاتسنتا تولد کودک با ختم تولد به انجام نمی‌رسد. مرحله سیم برآوردن پسلیت پلاتسنتا قبض آب حامله و پوست عمقی روند. پسلیت عادتاً در دوام 5-30 دقیقه پس از تولد کودک برآورده می‌شود. بهتر است که این با کمک و توجه مادر صورت گیرد. اگر پلاتسنتا نبرآید، دکتر کودک را به سینه می‌گذارد یا سینه‌مکاری را به طور دستی استیمولیسیون می‌کند. اگر این کمک نکند، اکسیتوسین وارد می‌کند یا مادر را محو می‌کند. اگر در 30 دقیقه پلاتسنتا برآورده نشود، عملیات برآوردن دستی با آنستزی وینی اجرا می‌شود. دکتر با دست به شکم داخل شده پسلیت را می‌برد. تکشیر موافق برآوردن پوره پلاتسنتا سنجیده می‌شود. همه قسم‌ها، قبض‌ها و عمر قسم‌های باقی‌مانده می‌توانند باعث التهاب، سرایت یا خونروی شوند. اسکرتی بسیاری مادرها از استیمولیسیون سینه یا برآوردن پلاتسنتا به طور دستی می‌ترسند. همه مرحله‌های تولد را شناسید و ترس ندارید. دکتران برای حفظ سلامتی شما غمخواری می‌کنند.